سلام دوست عزیز، انشالله که همتون جور و آرام و بخیر باشین. بازم دوست عزیز، دوست شما هستم، لطیف مهربان. امروز با یک ویدیو نو با شما ما آمدیم. انشالله یک وبسایت نو براتون معرفی میکنم که با وبسایت شما چگونه میتونین پول دریافت کنید. درسته دوست عزیز؟ خب دوست عزیز، مثل همیشه لطف نموده شما پیج برادرتان رو لایک کنین تا از هر ویدیویی که ما نو اپلود میکنیم از او باخبر شوین. بخاطر که من لینک از رو مستقیما در پیج فیسبوکم یعنی لطیف مهربان مورد شیر میکنم. و دوم از شما یک خواهش است که چینل برادرتان سابسکرایب کنین تا هر ویدیو رو که ما اپلود میکنم مستقیما به مو جیمیل شما نوتیفیکیشن بیاد ویدیو اینا در این چینل اپلود شده. خب دوستان عزیز، امروز وبسایت را که به شما معرفی میکنم، این وبسایت است به نام za.gl. درست است؟ فقط za.gl نوشته کنین، شما میتونید در این وبسایت بیاین و از این مستفید شین. خب دوستا، اولا براتون معرفی کنیم که چه قسم است این وبسایت. دوستا عزیز، مثل وبسایت ادفلای است که ما به شما قبلا را معرفی گرفته بودم. میتونین لینک های خبر یا لینک های شوخی یا لینک های کدام چیز جالب باشه، درست، در مورد کدام کشور معلومات باشه، در مورد کدام نفر باشه، درست است، در مورد هر چیز باشه میتونین ایره شریک کنین. خب قبل از همه شما باید چی کنین که شما باید در این اکانت بسازین. وقتی که در این وبسایت آمدین، در این صفحه شما باید مای اکانت کلیک میکنین. درست است؟ مای اکانت که شما دو سایت کلیک کردین، اینجا براتون چند آپشن میده که شما چگونه میخواین برایتان اکانت جور کنین. درست است؟ ما میگم که اینجا اگر شما به درست است register as a member میگین. register as a member گفتیم دوستان، سایکل بود اینجا اینا دو سایت ببینین. اینجا به شما چی میده؟ آپشن میده که شما اینجا یوزر نیم میتین، اینجا ایمیل تون میتین، اینجا هم پاسورد تون میتین. درست؟ اینجا هم پاسورد تون دوباره میتین، اینجا باز سابمیت میگن. خب من میگم با فیسبوک، از طریق فیسبوک میخوایم لاگین شون. درست است؟ یک فیسبوک میخوایم از طریق دی لاگین شون. این سایت شما سعی کنید یک فیسبوک به نام دریافت پول آنلاین. درست؟ طریق شما سعی کنید اینجا سعی کنید شما لاگین میشه از همین طریق. اینجا باز دوستان قسم شما میبینید من اینجا آمدم لاگین شدم. این شد دیگه امو داشبورد من یا مین بورد من. اینجا شما دیگه میتونین که هر قسم تغییرات شما که خواسته باشین دیگه اینجا شما آورده میتونین. این ویدیو رو اگه شما سعی کنین براتون کم معلومات میده، بسیار خوب معلومات میده، فقط یک دقیقه است. خب دوستان عزیز، قسمی که شما میبینین اینجا سعی خود از واضح ساخته که $100 میده در هر 10,000 ویو. درست است؟ اگر لینک شما را 10,000 نفر کلیک کنه شما میتونین که $100 از اون طریق پول دریافت کنید. درست است؟ خب اینجا چطور با ما میم چطور لینک شیر میکنم؟ درست است؟ فرض کنم اینجا نوشته میکنم بی بی سی دری. درست؟ اینجا کلیک میکنم، سیگوین بی بی سی دری افغانستان. درست است؟ دوستان عزیز صحیح شد، ای آمد. با معذرت دوستان عزیز که دیگه وبسایت رفت. اینجا میایم سریع کلیک میکنیم از صفحه افغانستان با در صفحه افغانستان با داخل میشیم. اینجا چک میکنیم به خاطر که بی بی سی دری افغانستان که ایران یک چیز است. درسته که فقط این خبره. درست است؟ سریع کلیک میکنیم و چی میکنیم؟ این بالا لینکشه، یعنی این لینک میگیریم کپی میکنیم. اینم چی میگیم در اینجا نیو شارتن لینک، فقط اینجا کلیک کنیم، اینجا پیست میکنیم، اینجا شارتن میگیم. درست است؟ اینو که شارتن گفتین اینی لینک شما شد. اینو فقط اینجا میتونید کپی میگین، فقط اینو کپی گفتین باز میتونید که برین در فیسبوکتون اینو پست کنین، هیچ مشکل دیگه نداره. باز میتونید اینو پست کنین. این یک خوبی از این وبسایت دیگه است که لینک های دیگه میتونید شما در فیسبوک هم پست کنین، در وایبر اگه گروپ وایبر دارین در اون پست کنین، در مسنجر هم میتونین با دوستاتون ارسال کنین، مشکل نداره. در گروپ تلگرام اگه دارین در اون میتونین شیر کنین. اگه در خود فیسبوک گروپ دارین در اون میتونین شما شیر کنین، هیچ مشکل نداره. درست؟
خب دوستای عزیز، از این دریافت پولش از طریق بیت کوینز میشه که بیت کوینز خیر او ربانین. اما اگر به شما قبل ما در مورد اکانت پیپال معلومات دادیم، از طریق پیپال میتونین پول از دریافت کنین. درسته پیپال البته در افغانستان متاسفانه که جور نمیشه. البته اگر در خارج دوستایتون برادرایتون کسی از فامیلتان است، میتونین بسیار با آسانی براتون اکانت بسازه و براتون پولتان دریافت کنه. درست. و دوستای عزیز خب این بود. ما دوستای عزیز به قسمی که به خاطر از اینکه شما با آسانی اکانت جور کنین، ما در اگر فرض کنین این Z.dl به شما کار نکرد، بسیار به طریق آسان لینکش در دیسکریپشن همین ویدیو براتون میتیم. بالای همون لینک کلیک کنین، بالای کلیک کردین مستقیما میل به شما باز اکانت به جای لاگین کردن میشه، شما مستقیما براتون اکانت جور کنین و ازش استفاده کنین تا پول دریافت کنین. خب دوستای عزیز، این بود ویدیو امروزی ما در مورد وبسایت ZA.gl که شما چگونه میتونین با این وبسایت پول دریافت کنین و ازش مستفید شوین. خب دوستا، انشاءالله که شما چیزی یاد گرفته باشین. تا ویدیوی بعدی از شما داخل بازم یک خواهش که ویدیو چینل ما سابسکرایب کنین تا از هر ویدیویی که ما اپلود میکنیم شما با وقت با خبر شوین. خب انشاءالله که شما همتون جور باشین. تا ویدیوی بعدی همتون به خداوند پاک میسپارم. وقت خوش. خداحافظ.